آقایون چیز رو میبینن ظاهرا مدرک قابل قبولیه، ولی کدو رو نمیبینن بر پشتش که من چرا اینو امضا کردم بدون که نفی داشته باشم. بعد این آقا خب از گفتگوی چپراست که بعد تو بازار رو من پاریس بودم به دعوت کنسرواتور لیون فرانسه دیدم که در اونجا فروش میره. گفتم حالا ببین بعد از مرگ من چقدر فروش میره. که ظریفی به من گفت آخه مردی که عکس تو رو سیدیه، گفتگوی چپراست مال توه، قطعات گفتگوی چپراست مال توه، نام بینامی تو باعث شده. آخه چرا قرارداد تو امضا نکردی؟ بعد از مرگ تو میدونی این سیدی چقدر فروش میره؟ ایشون کتابی نوشته تنبک به روایت یداللهی. این از حافظ از شاملو وام گرفته. حافظ به روایت شاملو تنبک به یداللهی. اینم عکسش که تکبر و تفرعن از قیافش میباره. فقط کافیه شما این آقا را نزدیک ببینید. اولا تنبک نوشتار نیست، هر کس یه جوری تنبک میزنه. به روایت یداللهی در مورد شعر و ادبیات میخوره، نه در مورد ریتم. ما میتونیم بگیم این ریتمو زندیات ملک اینجوری میزنه، من اینجوری میزنم. به روایت اولا از شاملو وام گرفتی بدونی که نامشو ببری، ثانیا اینجا نمیخوره. در پیش گفتار کتاب آموزشی باید بر اساس منطق نوشته شود، نه احساس. یعنی چی؟ یعنی تمام کتبی که قبلش نوشته شده همه رو احساس بوده، فقط مالی ایشون رو منطقه. یعنی زحمت تمام گذشتگان و از جمله بنده رو که چکیده کار گذشتگان هستم از بین برد. بله اینجا درسته. این کتاب فقط از نظر وزن‌خوانی و اجرای تکنیک خیلی مناسبه. وزن‌خوانی و اجرای تکنیک که دانش آموز برای وزن‌خوانی میتونه به انواع و اقسام پارتیتورا مراجعه کنه. یا اخیراً کتاب وزن‌خوانی آقای شکارچی. جمله آخر. حالا این آقا به قول خودش 3 سال پلوی آقای محمد اسماعیلی بوده. به قول خودش نمی‌خوام کلماتی که در سخنرانی به کار میبرم الا گزنده تر حرف میزنم. کتابی که فلان مسخاله به قول گفتی آقای یداللهی با آقای محمد اسماعیلی 3 سال ایشونو برده و آورده. من دارم نقل میکنم. پس من بعد ایشونو 30 سال میبردم میآوردم. مال من به 2 سال نکشید. چون استعداداش هر چی داشت بهش دادم. ببینید نوشته در پایان پیش گفتار. آیا از این بیشتر میشه به رجبی توهین کرد و به دیگران؟ سخن آخر. هرگز به دنبال کتابی نباشید که بتوانید با آن نوازنده تنبک شوید، بلکه به دنبال کتابی باشید که نتوانید بدون آن تنبک نواز شوید. پس خودت کجا تنبک نواز شدی؟ با کتابی که اگه نمی‌نواختی هم می‌شدی؟ تکرار میکنم. هرگز به دنبال این بوی کثیف تفرعن و تکبر و خودمحوربینی و خودبزرگبینی ازش میباره. شما مقدمه کتاب من رو بخونید. کتاب من طبق نیاز روز کاملترین کتاب آموزشی تنبک تا این لحظه است. مقدمه‌شو بخونید. تواضع در مقابل عظمت هنر ازش میباره. اینی که ما تونستیم نوشتیم تا بقیه چه بکنن. تکرار میکنم. هرگز البته میدونم آقای یداللهی این کتاب خیلی فروش میره. دستت ما رو یادت نره. هرگز به دنبال کتابی نباشید که بتوانید با آن نوازنده تنبک شوید، مثل کتاب رجبی. معلوم فی بعد شاعر. بلکه به دنبال کتابی باشید که نتوانید بدون آن تنبک نواز شوید. یعنی کتاب من، یعنی کتاب یداللهی. پس دلاله زبون باز. پس تو با کدوم کتاب تنبک نواز شدی؟ با همون کتابی که اگر نمیزدی هم میشدی؟ یعنی کتاب رجبی. که در این کتاب رجبی زحمات تمام گذشتگان هست، از جمله زندیات حسین تهرانی. آقای یداللهی من یکی از رشته‌هام جامعه شناسی فحشاست. یعنی من از سال 50 تا 52 در اشرتکده 6 ماه شب و روز زندگی کردم.
که با احساسات، عواطف و چگونگی کشیده شدن زنها به فحشا آشنا بشم. معمولا میگن فاحشه آدم نیستی که از من ما اول انسانی بعد فاحشه، اول انسانی بعد دکتر، اول انسانی بعد مفعول، اول انسانی بعد خلبان. اونجا من معرفت دیدم. یه تو قهوه‌خونه نشسته بودم، قهوه‌خونه خیابون دوم اشرتکده، دیدم مثلا حسن سیاه و محمود چارابرو نشستن. غلام سیخ داره روبرو میاد، معمولا لومپنا چیز دارن، لقب دارن. یهو گفت محمد پاشو، اربابمون داره میاد. حالا اون ارباب چی بهشون یاد داده بود؟ فعل بهشون یاد داده بود. یعنی این دو نفر مفعول بودند، هوای معلمشون رو داشتند که یعنی کسی که بهشون یاد داده. آقا تو این به اندازه اونها که نظر مردم از اونها بالاتری، اونقدر معرفت نداشتی که حق گذشتگان ادا کنی. و اما مقدمه، ایشون مقدمه نوشته. من طبق عشقی که به شاگردا دارم و اینکه کتاباشون بیاد رو که مردم قضاوت کنن، یک نامه با آقای محمد موسوی ماهور نوشتم. دلم بخواد قشنگ خونده بشه. ایشون اومده تو این مقدمه که به نام من نوشته، سطر اول، دوم، سوم، چهارم، اینی که مداد کشیدم نه، و این 1 2 3 4 5 6 رو از این نامه سرقت کرده. این خطوط این مقدمه کتابه. این خط و این 1 2 3 4 5 مال نامه است که من با آقای موسوی نوشتم. اصلا ربطی به ایشون نداره. مثلا من اینجوری بودم که مستقیم برای خودش با من مقدمه می‌نویسم، بعد نزدیک 16 خط اضافه کرده خودش. این 9 خطی که دورش مداد کشیدم، این نه مطلقا مال من نیست، برای هیچ هم ننوشتم، اینو خودش اضافه کرده در این کتاب تا اینجا. از این ورم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 این 12 خطم باز خودش اضافه کرده. من اینو هیچ جا ننوشتم. بعد به نام مقدمه بهمن رجبی. پس مقدمه این، اینجا که قانون کپی رایت وجود نداره، پس مقدمه این سرقت توی سرقته. من یه نامه خصوصی با آقای محمد موسوی ماهور نوشتم. به تو چه ارتباط داره؟ هرچند که در ستایش عطا باشه که بازم عاشقانه بود. 7 خط از اون برداشتی، 16 خط اضافه کردی، بعد زیرش نوشتی بهمن رجبی. این مقدمه مال من نیست. بعد به طور شفاهی هم گفتی که کتاب من پوزه تمام کتب موجود تنبک نوازی رو خواهد زد. اولا دوست عزیز، یا به قول اون دوست ما دلال زبون باز، میدونم معروف میشی، تو دنبال شهرتی، من به هر کس فحش بدم معروف میشه، وای که دارم میگم تو استعدادم داری، تو به دنبال شهرتی، من تو رو به شهرت میرسونم اما به حقیقت میرسونم. پول مال تو، الغای حقیقت مال من.
جمله رو میاد.